این تابلو رو میبینی؟ با دست خودم ساختمش. آموزش ساخت تابلو با سیخ چوبی. طرح اولیه، چسب مایع، 100 تا سیخ، یه دونه خطکش. ابتدا زل رو اندازه‌گیری کن، بعد سیخ رو اندازه‌گیری کن، بعد قاچش کن بچسب اون محل مورد نظر. بعد همینجوری شق 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 طرح رو کامل کن. ایده جدید برای اینکه برجسته بشه این 8 سانتی به اینجا اضافه میکنیم. بذار چسبش خوش بشه، بعد بدین گونه از ورق به کمک کاتر جداش کن. لطفا این کارو تنهایی انجام بدین که بعدش مجبورتون نکنه سیاهش کن. زهرا نکن، تو رو خدا به دومادت سنگ نزن، تو رو خدا. اوی داوینچی، من کلشو باید دو طرفشو باید رنگ کنی ها. بله داوینچی رفت، حالا باید کل کارو خودمون انجام بدیم. صورتشو دارم میسازم انگار لباش ژل زده. جدا از لبای ژل زده چشاش خیلی سخته، برای همین سنبل میکنه. اینم مثل گردن شق شق شق. امیدوارم خودتون یاد گرفته باشید. شاخاش هم درست میکنیم، همه رو میچسبونیم یه برگه، یه دونه قاب عکس هم میزنیم تنگش، آخرش میشه این.